اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، باز با هم در برنامه آستانه هستیم. برنامه‌ای که عاید مسئله های عائلوی و این چنین اخلاقی صحبت میکند. موضوعی که برای شما عزیزان امروز آماده کردیم یکی از موضوعهای می باشد که متاسفانه شاید اکثریت مردم ما را احاطه کرده باشد یا زیر خود قرار داده باشد. آن هم موضوع ترس یا خود ترسانچکی و بزدلی از ایمان نیست. پیش از آن که به اصلی موضوع داخل شویم، بیاید عاید ترس کمی صحبت کنیم و درباره خیل‌های ترس با هم معلومات داشته باشیم. پیش از همه ترس به 3 نمود تقسیم می شود. 3 نمود اساسی. اولین نمود ترس از پروردگار یا از خالق می باشد که حتما باید در هر یک نفر مسلمان بلکه در هر یک انسان وجود داشته باشد. این ترس از خالق است که انسان را از مرتکب شدن به گناه نگه می دارد. برای همین الله می گوید فلا تخشوا الناس فاخشونی. هرگز از مردم نترسید، واخشونی، از من بترسید. در آیت دیگر می گوید فلا تخافوهم و خافونی این کنتم مؤمنین. شما هرگز از شیطان و انسانهای شیطان صفت نترسید بلکه از من بترسید اگر شما مؤمن هستید.
این نمود ترس از پروردگار از ترس‌های ضروری یا خود فرضی می باشد که اگر انسان ترس از الله را یک طرف گذاشت، ایمان خود را هم یک طرف می گذارد و همیشه باید بین ترس و بین امید به الله زندگی داشته باشد. نمود دیگری ترس، این ترس عادی می باشد، ترسی که طبیعی یا خود مباح است. اگر انسان این ترس را داشته نباشد و یا دارد و به آن عمل نکند هم هیچ مشکلی ندارد. این ترس همان ترسی هست که انسان خطر حس می کند، خطر از جایی که او مقاومت کردن با خطر را ندارد، مثل اینکه زمین لرزه می شود و یا یک توده جمع مردمان به او حمله می کنند و یا اینکه از جای افتیده ایستاده است و یا یگان درنده به او هجوم کرده ایستاده است. این ترس ها ترس های طبیعی می باشد، ترسی که انسان خواه و ناخواه حس می کند و جزء انسان است و باید در وقت حس کردن چنین خطر یا ترس مقاومت کند. و در این باره ترس در قرآن هم در قصه های پیامبران می توانیم بخوانیم. مثلا همگی می دانیم که موسی علیه السلام از شجاعترین پیامبران بودند، ولیکن وقتی الله درباره موسی خبر می دهد می گوید فخرج منهم خائفا یترقب قال رب نجینی من القوم الظالمین. موسی از نزد فرعون و قوم فرعون و خودی همان شهر و دولت بیرون شد، در حالی که خیلی می ترسید، خائف بود. این چنین مترقب همیشه نگاه می کرد که مرا کسی الان از قفایم اومده ایستاده است، پیگیری کرده ایستاده است، جاسوسی کرده ایستاده است. خیلی با این یک ترس و هراس از نزد فرعون بیرون شد و گفت پروردگارا منو از قوم ظالمان نجات ده. و این چنین درباره یعقوب همچنین هست که یعقوب گفته بودند و اخاف ان یأکله الذئب، من خیلی می ترسم که مبادا یوسف را گرگ ها نخورند. و درباره این ترس که این ترس یک ترس طبیعی هست و حتی پیامبران به این ترس می توانند روبرو شوند. خود پیامبرمان صلی الله علیه و سلم هم می گویند من چنان در راه الله ترسیده ام یا چنان مرا ترسانیده بودند که هیچ یک نفر را مثل من نترسانیده بودند، مثل اون که تو را می کشیم، نابود می کنیم و با وعد و وعیدهای دیگر. و این چنین در دوام حدیث می گویند و این چنین آنقدر من را در راه الله اذیت دادند که کسی مثل من اذیت ندیده است. پس این نمود ترس وقتی وجود دارد حتما باید برای برطرف کردن آن و یا پیشگیری آن ما باید کوشش کنیم و به خود خطر نگاه کرده باید چاره ها اندیشیم. و ترس دیگر هم به همین ترس عادی داخل می شود که این ترس های اساساً خیالی است، مثل اینکه انسان وقتی در تاریکی میماند گمان میکند چیزی کسی به او هجوم کرده ایستاده است و یا وقتی به بلندی میبراید گمان میکند دارد الان به پایان میافتد. این نمود ترس ها را ترس های خیالی یا توهمی هم میگویند که با ذکر زیاد کردن و این چنین به یکی از اطباء یا طبیبان روانشناس روبرو شدن و از آنها مشورت گرفتن می توانیم با این نمود وهم که در اصل ترس و وهم است مایان مقاومت کنیم. اما ترس اساسی که امروز با هم درباره آن صحبت می کنیم و اساساً این موضوع یک خطر زیادی را به هر یک افراد جامعه و به کل ملت و دولت و حتی گفتم امت آورده ایستاده است، این ترس از مردم، از انسان‌هایی که مثل خودمان هستند و آنها هرگز به ما ضررهای بزرگ مثل قتل و کارهای دیگر رسانیده نمیتوانند و یا حتی اگر ضرر رسانند هم مایان با آنها مقاومت کرده میتوانیم. انا این نمود ترس ها، ترس از مخلوق مثل خود یا ترس از یک نفره که تو را از پیش از همه عبادت پروردگارت،
از تمام فرض و واجباتت باز می دارد. دومین سبب می شود که تو در کارهای شخصی خودت موفق نباشی، به هدفهای خودت نرسی. این نمود ترس حتی به گناه و به کفر هم انسان را می کشاند. برای همین الله می گوید انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافونی ان کنتم مؤمنین. ای مسلمان ها، ای مردم، این همان شیطان است و اولیا دوستان شیطان یعنی انسان های شیطان صفت هستند که همیشه شما را می ترسانند. این کار را نکن وگرنه چنین جزا می دهیم. اگر این کار شد این گونه می شود، یعنی با وعده های جزا شما را می ترسانند. الله می گوید هرگز از آنها نترسید، شما از من بترسید اگر شما مؤمن باشید. و این چنین این نمود ترس چگونه که گفتیم انسان را به گناه میبرد، این چنین سبب می شود که انسان هم در خود دنیا به یگان هدف اساسی خود نرسد و در آخرت هم با این کارش گناهگار است و ذلیل است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در مسند امام احمد آمده است میگویند شر ما فی رجل شح حالع و جبن خالع. بدترین خصلتی که در مرد است این بخیلی از حد زیاد، بخیلیه که حتی به خودت انفاق کردن و به خودت پولت رو خرج کردن رو میترسی و این چنین ترسانچکیه که کل قلب تو را فرا گرفته است. برای همین نمودی ترس یا خود بزدلی موضوع اساسی هست که باید هر یکی ما از اول تا به آخر بدانیم و با این ترس خود مبارزه بریم. برای آنکه امروز هر چیزی که سر ملت و سر وطن و سر حتی هر یک فرد عائله آمده ایستاده است، مصدر آن، سرچشمه آن همین ترس است. مردم به خاطر ترس از یک نفره که مثل خودشان هست یا از یک طایفه کوچکی که اگر مردم سرجم شوند 10 برابر و بلکه 100 برابر آنها هستند خیلی میترسند و به خاطر این ترس حتی از ناموس خود، از ارزش‌های دینی خود، از هدف‌های انسانی خود که هر یک پدر هدف خود را دارد، هر یک مادر، هر یک انسان، هر یک جوان، از آن همه کلن میگذرند. آن هم باشد به خاطر ترس، یکی بالای سری من نآورد، یکی کار نکند که خانه دری مرا از من نگیرد، یکی کاری دیگر می شود و به عائله من آسیب می رساند. همین گونه ترس پی هم آن هم از کسی که شما می توانید با او مقاومت کنید، حد اقل آواز بلند کنید. انا این ترس ها رو میگویند ترس های بردگی یا خود اسارت در یا خود اسارت در ترس خود که شما آنقدر به اسارت ترس خود افتیده اید که حتی خودتان به هدف خود رسیدن را به یک انسان مثل خود علاقه کرده اید که آن سبب هست که شما به اهداف خود نمی رسید. این نمود را اسارت یا غلامی میگویند. اگرچه میگویم ما خیلی آزاد هستیم، کسی مرا به چیز مجبور نمی کند، هر چی که خواستم میکنم، من آزاد هستم، اما اینها همش بانگ ها و یا فیغان های بیهوده هستند. برای آنکه الان ملت تاجیک یا خود هر یکی ما به جای رسیدیم که حتی یک نفری عادی، گفتیم عروس در خانه یا داماد در خانه یا یک فرزند در حالتی زندگی میکند که هدف خود را در خانه گفته نمیتواند. زنهای هستند که فکر خود را گفته نمیتوانند. حتی من فکرم همین است. فرزندهای هستند که اختیار کرده نمیتوانند، حالان که 24 ساله و 30 ساله هستند. ترس از پدر و مادر، احترام از پدر و مادر نه. اینجا بین احترام بین ترس باید فرق کرد. ترس آن است که شما میگوید این نفر به من عقاب میکند، مرا جزا میدهد، خواه جزاهای معنوی باشد، خواه مادی با ضرر باشد یا با قهرگی و چیزی دیگر. اما احترام این است که به خاطر اون که خاطر او نرنجد، شما مقصد خود را اگر مقصد اساسی و در پیش باشد با یک لحن میفهماند که اون طرف از شما قبول کند. و اینجا
مویان ترس و احترام رو با هم آمیخته کردگی هستیم، ترس و صبر رو با هم آمیختگی کرده با همین یک شرایط به خودمان آوردیم که هر یک نفر از درون خانه خود شروع کرده تا در کوچه و محله و بازار و سپس در کشور و در خارج کشور اونقدر ترس و هراس در قلب ما است که گویا که مردم مثل ما به مقام رسیده اند که می توانند مویان را جانمان را بگیرند یا حیاتمان را تباه کنند. و اینجا البته عزیزان به تعجب می افتید که پس از چرا ما اونقدر بزدل شدیم یا ترسو هستیم؟ خواه زنها خواه مردها، علل خصوص خواهران زیاد در این باره صحبت میکنند که من گپ خودم رو به پدر و مادرم گفته نمیتوانم، من سالها در خانه در یک شرایط بدترین زندگی داشتم ولی به کسی از اون صحبت کرده نمیتوانستم. مردهای هم هستند میگویند من در اسارت همسر خود خوشتامن خود هستم، از این صحبت کرده نمیتوانم. یعنی بعداً میگویم جامعه، یعنی ما چیکار کنیم، از ما چیکار میآید، ما هیچ کار کرده نمیتوانیم، ما کم هستیم، قدرت در بالا است. اینجا چی است؟ سببی اولین ترس زیاد از مردم یا از یک انسان مرگ خود را، از زندگی خود را، خوشبختی خود را، رزق خود را، آینده خود را دانستن اول شده این توکل نداشتن و ضعیفی ایمان می باشد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در ترمذی آمده است میگویند لا یمنعن احدکم مخافة الناس ان یقول بحق اذا رآه او سمعه و انه لا یقرب من اجل ولا یمنع من رزق. هرگز نفر از مردم، ترس از مردم سبب نگردد که شمایان وقت ناحقی را شنیدید و یا دیدید سخن حق را نگویید، یعنی حق را نگفته از ترس مردم دهان نکشایید. بدانید که یگان نفر نه اجل شما، مرگ شما را نزدیک کرده می تواند و نه یگان نفر رزق شما را منع کرده یا کم کرده می تواند. شما هرچی حقیقت است گوید و یقین بدانید که مرگ شما در دست مردم نیست، رزق شما، آسوده خاطری شما، زندگی شما در دست مردم نیست. این الله هست که در دست او تمامی ایست و بیست ما می باشد و هرگز گمان نکنیم که وقتی ما سخن نمی کنیم و یا وقتی آرام هستیم و از حق نمی گوییم این سبب می شود که عمر ما دراز می شود، این سبب می شود که ما زندگی خوب داریم. انا برای همین ابوزیناد می گویند وقتی مرگ خالد ابن ولید رضی الله عنهما، هم از ابوزیناد هم از خالد را در نظر دارم، نزدیک شد، در این وقت من در نزد خالد بودم و چگونه که میدانیم خالد ابن ولید یکی از شجاع و قهرمان های هستند که هم در جاهلیت، هم پیش از اسلام، هم بعد از اسلام با شجاعت خود، با قهرمانی خود و دلاوری خود مشهور بودند. ولی خالد ابن ولید پیش از مرگ خود در همین بساط موت گویم یا خود در همین حالت مرگ میگویند من آنقدر هم در جاهلیت هم در اسلام در جنگ ها اشتراک کردم، مبارز بودم که در بدن من یک وجب جای را پیدا نمی کنید که در آنجا یا ضربه با شمشیر نباشد یا اثر از تیر و کمان نباشد، یعنی تمام بدن من پر از یره یا خود جراحت ها هست. ولی خالد ابن ولید میگویند با آن همه جراحت هایی که من در جنگ ها برداشتم امروز در همین سریر مرگ یا خود در همین جای خوابم جان داده استادم. پس آنهایی که می ترسند هرگز چشمانشان را پوشیده نمی توانند. یعنی انسانی ترسو، انسانی که ترس در داخل او هست، او تمام عمر با بالشت آسیده سرش را مانده نمی تواند. همیشه فکرش در ترس است. مبادای چنین نشود، مبادای چنان نشود، فلانی به من ضرر نرساند، بهترش از این کنم از آن کنم. یعنی ترس مردم به چشم او خواب را نمی آورد.
اما خالد میگویند الان آسوده من میمیرم و آن هم در همین بستر مرگ خودم اگرچه در جنگ ها بودم. و این بالاترین دلیل به آن است که مرگ شما به دست تقدیر هست که الله خودش نوشته است و هر چی که شما کردید و گفتید اون مرگ را کسی از مخلوقات از وقتش پیشتر آورده رسانیده نمیتواند. و اینجا اساسی مشکلات یا خود اساسترین مشکلات ما در اینجا هست که ما وقتی درباره حق سخن کردنی میشویم ترس به ما فرا میگیرد و همون ترس خواه از زندان باشد خواه از چیز دیگر، اساسی ترس این است که یک مخلوق مثل خودمون قادر است که ما رو نابود کند، ریشه‌کن کند و همین ترس خودش شک هست در قدرت الله که الله به این کار قادر است. اگر او خواست می شود، نخواست نمی شود. ولی مرد همانی است یا خود مسلمان همانی هست که شجاعتش در قلبش، حق در زبانش، در دنیا تا حیاتی که هست در آنجا مبارزه میبرد. و اینجا تنها به خاطر حیاتی دروزه، تنها به خاطر اینکه شاید فردا با یک اجل خود رویم یا با همین تملق و خوشامدگویی و همه در آرامی و در اینها هستیم گویان میریم، ما دیگر نه حق را میگوییم و نه از حق حدی اقل با زبان خود طرفداری میکنیم. اینجا درباره خود همین شجاعت و ترسویی عبدالله ابن عباس خیلی یک سخن زیبا گفتگی هستند. میگویند انسانی شجاع نه تنها از خودش، از بیگانه ها، از حقوق بیگانه ها دفاع میکند و برای از یک بیگانه، حق یک نفر بیگانه دفاع کردن حتی از جانش میگذرد. اما انسانی که ترسو است حتی از عروسش میگریزد. یعنی اینجا دو معنا، شاید حتی بسری همسر خودش بلا آید هم پرتاید و گریزان برود، یا اینکه اونقدر ترسو هست که حتی از عروسی که در درون خانه اش هست از او هم میترسد. پس وای بر حال آنهایی که میگویند ما شجاع هستیم و حتی از حق و حقوق خود هم هرگز دفاع نمی کنند. و خود همین ترسانچکی سبب می شود که اول شده حق و حقوق خود ما ضایع شود. هدفهای ما همش در آرزوها، حتی حق آرزو کردن رو ما از دست دهیم که مبادای مردم فلانی خیش نفر دیگر آنهایی که در بالا هستن، یعنی هر کی هم هست یک انسان بالای من بلا نآرد. و این ترسوگی از صفتی هست که هم خود انسان را در درون قلب خودش، هم در عائله اش، سپس در جامعه، سپس در کل ملت و دولت نابود میکند و به یک حالت میرساند که تماما قدر و قیمت ندارد، خوار و شرمنده میگردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از شجاعت ترین مردها بودند و خودشان میگویند لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا. شمایان هرگز مرا انسانی بخیل، انسانی دروغگو، انسانی ترسو و بزدل پیدا نمی کنید. این صفت ها در من نیست. من ترسو نیستم، من بخیل هم نیستم، من دروغگو هم نیستم. چون وقتی یک مرد ترسو هست، باز بخیلگی دارد، باز دروغ میگوید، یا اینکه فقط یک انسان اگر بگیم ترسو هست، او نمیتواند به سعادت هایی که او با خود هدف کشید یا به آرزوهایی که برای خودش پیش بینی کرد به آنجا برسد. ترس او سبب می شود که او به آنجا قدم هم نزند که مبادای برای تحقیق هدفهایم اگر من قدم گذاشتم بالای من بلا می آید. و گفتم پس اولین سبب که چرا ما اینقدر ترسو هستیم و ترسانچکی در خون و قلب ما آمیخته شد که حتی با زبان یک کلمه گفتن، حتی مسکه خود را بچه گرفته رو برای یوتیوب استادن برای مردها تصور کنید، برای مردها اونقدر سنگین است. اینجا اولش این است که ما مرگ و زندگی، پیشروی، آسوده خاطری، رزق، اینها را در دست یک
توده آشغال میبینیم که گمان میکنیم آنها به همه این کار قادر هستند، در حالی که الله آن است که به همه این کارها قادر است. اگر نخواست هیچ ضرر بالای ما نمی آید. دومین، این تربیه خطا می باشد. تربیه‌ای که از خردی هر یک طفل تاجیک شاید در خانه شنیده است و عملی کند. در نزد بزرگان صدا بلند نکن. هر چیزی که من خواستم همان را میخرم. تو حق اختیار نداری. از کودک چیزی نپرس، او کودک است. کودک حق ندارد اختیار خوراک کند. کودک حق ندارد از پیش خود برای خود لباس اختیار کند. کودک حق ندارد در نزد مهمان بنشیند. کودک حق ندارد در نزد بزرگان چیزی که میخواهد بگوید. فقط آواز نبرار. کودک هستی، صدا بلند نکن. علل خصوص به دختر بچه ها گمان میکنند در کشور تاجیکستان این نمود تربیه کودک رو خیلی با آداب بزرگ میکنند و گمان میکنیم ما خیلی کودک های با آداب داریم. آره، وقتی که کوچک هستند همه میگویند که کودک های تاجیک شاید با آداب هستند، اما وقتی بزرگ شدن چی؟ در بزرگی هم همون ترس در قلب ما جای دارد. همیشه میگویم در نزد بزرگان نباید صحبت کنم، نباید من خودم اختیار کنم، باید کسی به من اختیار کنم، نباید به کسی صدا بلند کنم، نباید من حقم رو طلب کنم. انا اینجا تربیه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو نگاه کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در ترمذی و مسند امام احمد است. عبدالله ابن عباس میگویند من هنوز غلامی بودم، یعنی کودک بودم، شاید 7 ساله باشد، شاید 8 ساله، و در پشت پیامبر نشسته بودم. پیامبر به من گفتند یا غلام اینی اعلمک بکلمات احفظ الله یحفظک احفظ الله تجده تجاهک اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. با این کودکی که هنوز به بلاغت نرسیده است، غلام، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، غلام گفته در زبان عربی هنوز کودکی خرد را میگویند. پیامبر به عبدالله ابن عباس میگویند ای بچه یا ای فرزندم، من به تو چیزهای را یاد میدهم که اگر تو الله را محافظت کنی، یعنی همیشه در خاطر الله باشی، الله هم همیشه در جانب تو، در کمک تو هست. و هر جایی که تو الله را برای خود انتخاب کردی، بدان که الله هم همیشه در کمکت است. هر چیزی که خواستی از مردم نه، از الله بخواه. هر کمکی که میخواهی از الله کمک طلب کن. دوامش را و علم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. بدون که اگر تمام امت، تمام مردم جمع شوند و به تو کمک رسانیدنی شوند، آنها به تو کمک کردن نمی توانند مگر آن چیزی که الله برای تو مقدر کرده است. پس چه خیلی که خودتون هم در شبکه های یوتیوب میبینید تمام مردم پول پرداخت کردند و برای یک نفر رو جراحی کردن، مثلا گسیل کردن، اما او دیگر با اون همه جراحی هم دیگر صحت نشد، یا کسی دیگر را میخواستند از مرگ نجات دهند ولی نشد. پس اگر تمام مردم به شما کمک کردنی شوند اما الله نخواهد، این کار نمی شود. در دوامش میگویند به یک کودکی که هنوز جوان نیست، پیامبر میگویند و بدان که اگر تمام مردم جمع شوند و خواهند که به تو ضرر رسانند، لم یضروک الا بشیء قد کتبه الله لک، و هرگز به تو آنها ضرر رسانیده نمی توانند به جز آن چیزی که الله به تو نوشته باشد. پس این را بدانید که به یک کودک پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا می آموزانند که اگرچه او کودک است، این را بدان که از مردم کمک طلب نکن، پیش مردم خودت را خوار و زار نکن، یقین بدان که هیچ نفر به تو ضرر رسانیده نمی تواند و یا فایده رسانیده نمی تواند به جز خواست الله و تقدیر الله. اما به جای این همیشه تربیه ما در کودک این است که در نزد بزرگان گپ نزن، اگر چیزی شد به عمکت بگو، به تقاید بگو، به من آمده بگو، و هرگز نباید صدایت بلند شود، علل خصوص به دخترکان که دیگر رفته اونقدر ترس در ما هست که عادی ترین حق خود را
نه یک کودک، نه یک بزرگ، انا امروز میبینیم حتی کل مردم هم نمیتوانیم از آنهایی که حق ما را بر علا میدزدند و میخورند و پایمال میکنند از آنها ستانیم. پس باید به این دو نکته خیلی اهمیت داد. یکی اینکه باید ایمان ما قوی باشد که هرچی هست به دست الله هست. دوم این است که کودکانی که در دست ما امانت الله هستند بیاید آنها را مثل خود یک ترسو بزرگ نکنیم که از حق و حقوق خود در نزد مردم، حتی در نزد عادی ترین نفران عائله صحبت کردن نتوانند. و اینجا البته وقتی درباره خود ترس صحبت کردیم، یقین باید بدانیم که چگونه که گفتیم ضررهای ترس اولش این است که انسان به هدف خود رسیده نمیتواند، حق خود را طلب کرده نمیتواند، پیش نفری که حق او را میدزدند و میگیرند هیچ چیز گفته نمیتواند، حتی تشکرگویان دو دست در پیش کفکوب زنان رحمت به شما که تا امروز تمام حق مرا خوردید گویان هم میتواند خارج شود که هر روز این را میبینید. بجز این ضررهای دیگر هم هست. از ضررهای دیگر این است که انسانی که او ترسو هست، از مردم میترسد، فکر مردم یا خود ضرر مردم همیشه در ذهن او هست و نسبت خواسته های خود ترس از مردم رو بالاتر میداند. در وقتی مثلا فرض و واجبات یا ترس از الله آمدن، اول میبیند که مردم چی میخواهند و چی میگویند. اینجا همیشه با قلب پر از ناآرامی، دلی که همیشه تنگ است، جای برای گریز ندارد زندگی میکند. برای همین ابن قیم میگویند من همیشه دیدم که انسان‌های شجاع قلب آسوده دارند، خاطرشان جمع است، همیشه کشاد هستند، برعکس انسان‌های بزدل که همیشه در شکل آنها، حتی چشمان آنها که پر از ترس فرا گرفته است و البته که قلب ها چهره ها گوینده آنچه که در قلب ها هست در اکثریت میبینم که همیشه ناآرامانه زندگی میکنند. و این را یقین بدانید آنهایی که خیش و تبار ترسو داریم یا دوستان ترسو داریم یا عائله ترسانچک و بزدل داریم، شخص ترسو و بزدل نه عزت نفس دارد، نه غرور و وجدان دارد، نه هیبت دارد، نه مردیگری و شهامت دارد. برای آنکه برای عزت نفس داشتن حق و حقوق خود را از کسی طلب کردن، حتما باید جسور باشی، شجاع باشی، نترسی و بگویی. و برای آنکه از ناموس خودت، از خیش و تبار خودت، از اهداف خودت، از دین خودت اگر تو میخواهی از آنها همه اش دفاع کنی، حتما باید شجاع باشی. و این چونین برای آن که هیبت داشته باشی، مردم تو رو احترام کنن، اطرافیان بگویند که این یک مرد است، یک نفری هست که دستش به همه میرسد، حتما باید جسور باشی. انسان‌های ترسانچک جایشان در کنج خانه هست، آنها نمیتوانند به بیرون برویند به مردم کمک کنند. این نفرهای شجاعی هست، مثل همین برادرمون عزت امان که الله خودش قادر است به زودی نجاتش دهد. شجاعی بود که همیشه در همه جا نترسیده میتوانست صدا بلند کند. ولیکن بزدلانه آنهایی که بجز ترسانچکی و بزدلی کار دیگر ندارند گرفتند و دیگر پنهانی را بودند. و چیزهای دیگری که گفتیم این دوستی، هرگز با نفران ترسانچک دوستی نباید کرد. و این را میتوانیم بگوییم پیشگیری از ترسانچکی یا خود معالجه ترسانچکی. برای آنکه دوستی که یا نفری که یا همنشینی که ترسو هست، بزدل هست، همیشه شما را میترساند. این را نکن، اون را نکن، نگو، خواطر شب خانه اد را میگیرند، به خانه اد میآیند، این میشود، اون میشود و میبینید که ترسیده عمرمون دیگر به 80 رسیده است و باز ترسیده از دنیا رفته استادیم. برای همین نفری که ترسو هست، بزدل است، نه از حق خود دفاع میکند، نه از حق دوستان دفاع میکند، برعکس این همیشه میترساند که نه تو از این کارهایت بس کن. عیناً همین کارها را منافقین در زمان پیامبر در مدینه انجام میدادند. و البته که خود ترس سبب میشود که یک امت
یا خود یک جامعه هرگز به پیش نرود. برای آنکه وقتی در قلب تمامی مردم ترس جای شده ایستاده است، آنها هرگز از حق خود دفاع نمی کنند. هر ماه شاید هر ماه پاسپورت تاجیکی عوض شود، کسی در این باره صحبت نمی کند. شاید هر دقیقه یک برادر یک خواهر را به خاطر ارزش های دینیش برند و یا اشتراف یا غرامه گویم غرامه بندی کنند یا کاری دیگر. کسی از این صحبت نمی کند، همه از ترس است. به خاطر اینکه 2-3 نفر شخص ها در بالا دیده لذت برند، پدر و مادر دخترکان 15 ساله 14 ساله خود را روان میکنند که گل و گل دسته بگیر، اطلس بپوش و رقص کن. یعنی وقتی ترس در یک انسان وجود دارد، او در عائله خود هم حق و حقوق را ندارد، در خود جامعه. و اگر ترس در یک جامعه وجود دارد، دیگر اون جامعه کلن غلام اول ترس خود، سپس یک مخلوق مثل خود میشوند که بجز ذلت چیزی دیگری نیست. برای همین آنهایی که شجاع بودند و شجاع هستند، پیامبر صلی الله علیه و سلم و قصه اصحاب پیامبر است. در جنگ بدر چند مسلمان بود و چند کافر، در جنگ احد چند نفر مسلمان بود و چند نفر کافر، و در غزوه های دیگر همیشه عدد دشمن زیاد بود و عدد کم بالای دشمن غالب می آمد، فقط به آن خاطر که اولا توکل به الله، سپس شجاعت آنها در قلب آنها جایگیر شده بود. اما وقتی شجاعت رفت، هیبت هم می رود، دیگر حق و حقوق هم می رود، همه چیز از انسان می رود. دیگر مثل بهایم یا خود حیوانات ما فقط باید خوریم، خواب رویم، از جای خیزیم و 1-2 هدف های کوچکی که ارزش هدف گفتن ندارد به خاطر آن زندگی کنیم. پس چی باید کرد؟ چگونه از این ترسی که دامن همه ما رو گرفته است یا هر یک نفر ما رو که اکثریت اگرچه این کار کرده میدانیم که ترسو هستیم، چگونه بر ضد این ترس خود ما غالب بیاییم؟ و اولا شده چه خیلی که گفتیم این توکل است. توکل کردن به الله، یقین دانستن که قدرت الله بالای قدرت های تمام مخلوقات است و چگونه که الله یک بنده اش را بالای تمام مردم سرور کرد مثل پیامبرانش، هر یک نفری ما را هم میتواند بالای جمع غالب بیارد. چیزی دیگر انتخاب کردن دوستان و همنشینان صالح که باید بجای ما را ترسانیدن یا دست ما را گیرند یا حدی اقل به ما با آن ترسوگی خود خلل نرسانند. و البته که چه خیلی که گفتیم تربیه صحیح در خانواده، هر یک پدر و مادر برای خود مسئولیت گیرد که فرزندی ترسو بزرگ نمی کند، فرزندی رو بزرگ می کند که در همه جا حق خودش را تواند ستاند. و تفکر کردن، فکر کنید درباره تمام آنهایی که در تاریخ می خونیم یا حتی قهرمان های فیلم هایی که می بینیم. آیا یگان قهرمان فیلم دیدید که ترسو و بزدل باشد، از خواسته هایش چیزی نگوید و دیگر وی قهرمان باشد و همه دوست دارد؟ و کدام عالمی را یا کدام شاعر برجسته را، البته نه اون درباره ها، عادی ترین کتاب هایی که میخونیم درباره اش و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم را از کوچکترینشان شروع کرده تا بزرگترینشان ببینیم، این شجاعت بود که آنها را به مرتبه رسانید که تا امروز در تاریخ ضرب المثل هستند. نگذاریم حیاتی که شاید برای یکی 40 سال، برای دیگر 30 سال، برای دیگری مثلا تا 70 و 80 سال است، با ترسویی، بزدلی، نه حق خود، نه از هدف خود، نه دفاع از حق بکنیم و دیگر تمامی هدفهای ما زیر پا یا خود در از زیر ترس ما همه‌اش نابود باشد. و این بود عزیزان یک موضوع درباره ترس. الان شروع میکنم به قسم سوال ها. میبینیم که در اینجا سوال ها هستند و به آنها یک به یک جواب میدهیم. سوال یکم، ترس از احتیاط چه فرق دارد؟ ترس این است که شمایان یک نفر یا شما یک نفری که مثل خودتان هست، شما با او مقاومت کرده می توانید. اگر حقتان را گفتید، چیزی که می خواهید به او گفتید، او بالای شما ضرر آورده نمی تواند، یا ضرر هم که آورد شما به آن تحمل کرده می توانید و باز اما حقتان در دستتان هست می گیرید. یک خودتان باشید یا جمع باشید. اما احتیاط این است که
شما یقین میدونید که دشمن خیلی کلان است یا خود عدد آنهایی که به شما ضرر میرسانند خیلی زیاد هستند. در این وقت شما مقاومت کردید نکردید، گفتید نگفتید، آنها شما را نابود میکنند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در اول هجرت، در اول اسلام هرگز کسی را به دفاع از نفس به یگان نفر نگفتن که از خودت دفاع کن. همیشه میگفتن صبر کن. همه میدونیم عذابی که بلال رضی الله عنه کشیدن، یا عمار، یا شهادت سمیه، یا خود همسر سمیه. پیامبر به اینها هرگز نمیگفتن که از خود دفاع کنه، چون پیامبر میدونستن اینجا عدد دشمن خیلی زیاد است، خیلی زیاد است و الان نمیتوانیم ما مقاومت کنیم. احتیاط میشوید از حالتهایی که یقین میدونید شما بالای او کار کرده نمیتوانید، مثل زمین لرزه هست، مثل الان مثلا سیل می آید، بلای می آید، یک دشمنی زیاد با لشکر زیاد بالای شما می آید. این همش احتیاط است، احتیاط کردن هست. الوقایة خیر من العلاج، حتما احتیاط کردن از معالجه بهتر است. اما ترس، در ما ترس است. ما احتیاط و ترس رو با هم خیلی آمیخته کردگی هستیم. ما جمعی بزرگ هستیم، آن طرف جمعی کم است. یا حتی خواهر و برادران هستند که با طبیب می توانند با یک طبیب عادی صحبت کنند، لیکن به جای طبیب پول میگذارند که همین پول رو گیرو چیزی نگو. یا یک حق خود را از کسی می توانند از طریقه قانونی یا صحبت ستانند، ولیکن از آن که ترس دارند رشوه می دهند، یا اینکه از آن که ترس دارند یک نفر را به میان می اندازند. اینها همش ترس است و بالاترین نکته ترس ما این است که هیچ نفر الان کشاد و رفشن از حق خود، از اون چیزی که در حقیقت در حق او شده ایستاده است گفته نمیتواند، در حالی که وقتی گفت به او هیچ ضرری نیست، برعکس آنه که شما روید مثلا یک مقاومت جدی جسمانی دهید. سوال دیگر: السلام علیکم اپا، امروز به برادران گپ میزنیم که بیایید از اکای عزت امان دفاع کنیم. میگویند پدر و مادرم رو و فرزندهایمان رو فکر میکنیم، میترسیم. میگویند در اینجا چی باید کرد؟ البته که این همون ترس است. ترسی هست که میدانید که اگر شما از جایتان خستید برای دفاع، یک نفر دیگر که همگی به 2 میلیون میرسید، هرگز اون یک مقداری کم، جمعی کمی در تاجیکستان بوده، این 2 میلیون نفر رو پدر و مادر و همسرش رو نمیتوانند کار کنند. لیکن اینجا هر یکی ما، من هم در خانه همین چیز رو میگویم، شما هم طرف دیگر ترس خودمون رو بالای پدر و مادر گذاشتیم. عیناً خیلی معذرت میخوام اگرچه همون کاری که منافقین به پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ احزاب کرده بودند، میگفتند به ما اجازت ده ما به خانه رویم، پدر و مادر داریم، خانه داریم، فرزند داریم، ما به همین کارها همراه نشویم. البته این احتیاط نه، یک ترسوگی هست. وقتی میگویند میترسیم، دیگر شما گوید تمام شما ترسو هستید و باید برای معالجه این ترس باید همگی کار کنیم. اپا جان، من نمیترسم ولی به خاطر پدر و مادرم احتیاط میکنم. آیا گناهکار میشوم یا نه؟ من درباره همین چیز کمی در بالا گفتم که احتیاط رو با ترس فرق نکنید، ببخشید آمیخته نکنید. احتیاط چیز دیگری هست، ترس چیز دیگر. احتیاط شما میدونید که خیلی خطر بزرگ است. ترس این است که احتمال دارد ندارد، شاید بیایند شاید نه آیند. و این چونین ما جمعی بزرگ هستیم. وقتی جمع با هم شدیم، دست به دست شدیم، این مسئله ها حل می شود. اما مشکلی در آن است که هر یک نفر دیگر خیلی که میگویند سرش را به درون برف در آورده و نمی خواهد بیرون کند. سوال دیگر: سلام علیکم برادر و خواهرها، برنده های این برنامه، از شما خواهش میکنم که این خیل برنامه ها را زیاد کنید تا مردم مهاجر سخنرانی درست را یاد گیرند. من نه همه را در نظر دارم. سلامت باشید. خواهر عزیز نویسنده زن هستند، خواهر هستند، انشاءالله در خودی پی همین برنامه ها هستیم. سوال دیگر: بعضی دامولاها از حکومت مردم را میترسانند، به این چی نظر دارید؟ حاضر سوال دیگر است این که میگویند بعضی دامولاها از حکومت مردم را میترسانند. اولا شده متاسفانه در جایهای ما دامولا گفته نفرهای را میگویند که انسانهای صالح هستند، از دین با خبر هستند، لیکن اینها رو ما میگوییم دامولاهای درباری یا آنهایی که آخرت خود را به دنیا فروختند.
آخرت خود را به دنیا فروختن و به جای آن که هم خودشان هم مردم هم حکومت را از الله بترسانند که همه ما عمر کوتاه داریم، فرصت زندگی برای ما خیلی کم است، باید این فرصت را غنیمت داریم. آنها برعکس طرفی یک گروهی دجال می شوند و مردم عادی را می ترسانند. این را نکنید، آن را نکنید، بالای شما چیزها می آید. البته می گویم داملا نه، آنهایی که خائن دین هستند، دین خود را به خاطر معاش شاید 400 سامانی باشد، شاید به خاطر سر دسترخوان نکاح و عروسی و دیگر باشد، فروخته اند و باز هیچ شرم نکرده میگویند ما ملا و خواندگی هستیم و خویش و تبار ما در اینجا هست. و امیدوارم که فهمیده باشید. به سوال دیگر میگذرم. اپا جان، من دانشجو هستم، در دانشگاه ناعدالتی های زیاد را میبینم. اگر درباره این ظلم و ناعدالتی ها گپ زنم، میدانم که مرا از دانشگاه خارج میکنند. آیا خاموشی من ضد ناعدالتی ها گناه هست یا نه؟ سوال کننده عزیز، البته که شما تنها هستید و دانشگاه خیلی جای بزرگ است و اینجا اگر شما تک و تنها هستید و میدانید که چیزی گفتید بر ضد شما، بر ضرر شما هست، در اینجا شما فقط خاموشانه یا خود آهسته به اطرافیان خودتان، اولا به دوستان خودتان، به نزدیکان خودتان درباره عدل و انصاف صحبت کنید. اما من هرگز به شما نمیگویم که جانتان را در خطر گذارید، تعلیمتان را در خطر گذارید، برخیزید و این ناعدالتی هست گوید. برای آنکه اگر یک تنها خودتان این کار را کردید، البته که شما مغلوب می شوید. اما البته الان از طریقه اینترنت ها باشد، از طریقه خودی شبکه های اجتماعی، شما می توانید صدایتان را به مردم برسانید. اگرچه مثلا پنهانی باشد، می توانید بعضی از نوارهای ناعدالتی، از کارهایی که می شود برسانید. حداقل مردم بدانند که این چیزهایی که در تلویزیون های دولتی و گازیته های دولتی می شود دروغ است و اصلی تعلیم و تربیه، اصلی دانشگاه چنین است. اما چون در این حالت خیلی مثلا تنهایی دارید و کسی برای شما در این وقت دستتان را نمیگیرد، من این گناه نیست گفته هم نمیتوانم. برای آنکه وقتی یک مسلمان دید که خطر بالای دینش است، خطر بالای جانش است، حتما باید در این وقت اگر مقاومت کرده نمیتواند باید هجرت کند تا که در خارج قوت گیرد و باز برگردد. و در این باره البته که ما همگان آیت قرآن را میدانیم که الله میگوید ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. آنهایی که ملائکه در حالی که آنها به خودشان ظلم کردند جانشان را میگیرند و فرشته ها به آنها میگویند که شما کی ها بودید؟ اینها میگویند ما بیچاره ها در زمین بودیم، ما مظلوم بودیم، بالای ما ظلم میشد، ما از خود دفاع کرده نمیتوانستیم. و در این وقت فرشته ها میگویند الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگر زمین الله وسیع نبود که هجرت کنید از خودتان، از دینتان، از جانتان، بالاخره از انسانیت خود دفاع کنید و آرامانه زندگی کنید. و تشکر برای سوال خواهر یا برادری که درباره دانشجوی خود پرسیدید. سوال دیگر، در سرلوحه بوزدلی نوشته شده است. بوزدلی یعنی چی؟ بوزدلی همان ترسانچکی کلمه فارسی هست. بوزدلی، ترسانچکی، ترسویی، همش یک چیز است. سوال دیگر، حرمت و احترام از ترس چی فرق دارد؟ من همسرم را احترام میکنم و به کارهای خانه کمک میکنم. جوره هایم این را دیده مرا زن کلان میگویند، همین رو میفهموندید. البته که وقتی جوره ها این سخن رو گفتن اول شده هرگز اهمیت ندهید، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن همه شهامت و مردانگی، سرلشکری، خلافت، گفتیم پادشاهی در آن زمان، در خانه به همسران خود کمک میکردند. این را حضرت عایشه میگویند رضی الله عنها که وقتی پیامبر در خانه بودند به مایان کمک میکردند. کمک کردن به همسر خود، به زن خود در خانه، این زن کلانی یا چیزی دیگر نیست، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که متاسفانه از این ما خیلی دور شده هستیم. اما درباره احترام، ترس آن است که
شما چیزی که میخواهید بگویید گفته نمیتوانید. هدفی که دارید به آن رسیده نمیتوانید به خاطر ترس از طرف مقابل. احترام این است که شما به هدف خود هم میرسید، اما برای آن که روبرویتان خفه نشود، با او با بهترین سخن، با جنگ و جنجال و با بهترین مهربانی همراهش صحبت میکنید. برای همین اینجا میشود که مثلا مرد گفتیم جوان پسر عروس رو برای خودش انتخاب میکند، عروسی که خودش میداند که مناسب او هست، هم از روی اخلاق و هم از روی دین و از همه چیز. لیکن پدر و مادر میگویند به احترامی کرده ایستاده ای، تو باید آنه که ما گفتیم با او ازدواج کنی. این به احترامی نیست، این حق و حقوق هر یک مرد است که برای خود میتواند زن انتخاب کند. به احترامی آن است که بالای پدر و مادر فریاد زد. پدر و مادر اگر در یگان کمک طلب کردند، کمک مالی باشد، کمک مثلا یاردم های مادی باشد، در آنجا کمک نکرد، اما انتخاب خود را کردن و برای هدف خود رسیدن، از راه درست کار بردن، این نوع احترامی نیست. این حق هر یک انسان است که نه یگان پدر و مادره، نه یگان انسان دیگری حق دارد شما را از هدفهای درست خودتان پیش راه شما را بگیرد، که انا این آزادی هست که الله برای هر یک فرد مسلمان داده است و عبودیت یا بردگی و کاملا سرخم کردن هر یک نفر اولا فقط به خاطر یا ببخشید فقط در پیشگاهی باید پروردگارش باشد. سوال دیگر، کودک ترسک شده را چگونه میتوان معالجه کرد؟ درباره معالجه کردن کودکی که ترسک شده است، اولا باید من میدانستم که چگونه ترسو است. ترسوهایی که از مثلا بچه های مثل خودش میترسد یا ترسی که در خوابش میترسد. اگر از ترس باشد که از کودک‌های مثل خودش میترسد، از مردم میترسد، با مردم صحبت کردن نمیتواند، خیلی زیاد باید در خانه صحبت کنید، یعنی همراهی همان کودک شخصان بزرگ عائله و این چونین از خویش و تبار هم میتوانیم کمک طلب کنیم که با کودک من زیاد صحبت کنید، حتی با تلفن، با دوستانش، با نفران دیگر، و برای کودک باور کنونیم که تو میتوانی، یعنی تو میتوانی بالای دیگران غالب شوی و این چونین. البته که بهترین راه از راه‌های دیگری پیش ترس کودک را گرفتن این ورزش می باشد. ورزش هر نموده که هم باشد، البته به جز ورزش‌هایی که در شریعت ممنوع است، به انسان یک اعتماد به نفس یا خودباوری می بخشد. برای همین کودک‌هایی که هنوز از کوچکی به تالارهای ورزشی می روند، ترس در آنها باقی نمیماند و اکثریت پدر و مادران با همین راه معالجه میکنن. حتی بزرگان هم میتوانند، یعنی حتی خواهرهای ترسانچک هم میتوانید در خانه یک کم به ورزش مشغول باشید. و اما ترسی که کودک در خوابش میترسد، گریه کنان از تاریکی دویده می آید، این کم کم با مرور زمان وقتی بزرگ شدن میگیرد انشاءالله از بین می رود، اما به شرطی آن که پدر و مادر همیشه کمکش کنند که این ترس هایی که هست خیالی هست و یگان ضرری به او نیست. مثل در تاریکی همراه یک چند دقیقه عائله می نشینند و کودک میفهمد که یک چیزی عادی است و امیدوارم که فهمیده باشید. سوال دیگر، میگویند که زن از شوهرش نترسد زندگی ویران می شود. شما میگویید ترسویی از ایمان نیست. همون چیزی که میگویند با احترام آمیخته شده است. سوال کننده عزیز، زن شوهرش را احترام نکند زندگی ویران می شود. این در حقیقت است. اگر احترام شوهر در خانه وجود نداشته باشد، دیگر در وی خانه هیچ قانونی نیست. اما ترس چیزی دیگر است. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت شوهر میگویند، نه ترس از شوهر. اطاعت شوهر همان احترامی است. کاری که گناه نیست، کاری که در آن گناه نیست، شما اطاعت میکنید. اما تمام علما اتفاق هستند، همه میدانیم که شوهر اگرچه احترام شوهر برای زن پس از حق الله می ایستد و بین زن و شوهر بین پدر و مادر و حق شوهر همیشه اختلاف است که بعضی از علما میگن هر دو حقوق برابر دارن. یک زن برابری حقوق شوهرش برابری حق پدر و مادرش را دارن. بعضی میگن نه، حق شوهر پس از به شوهر برآمدن حتما از حق پدر و مادر بالا است. اینجا اما با آن همه حق و حقوقی که شوهر بالای ما زنها دارد، شوهر حق ندارد که به گناه زنش را مجبور کند.
و این چونین شوهر حق ندارد که حق انتخاب کردن، حق فکر خودش را گفتن، نظر دادن را از زن تماما گیرد. برای همین حتی بعضی خواهرکان خیلی به تعجب انسان میافتد، میگویند شوهرم برای زندگی من کمک نمی کند، برای خوردنم، نوشیدنم، پوشیدنم. باز اگر حقم رو طلب کردم مرا دشنام میکند، من میترسم و دزدیده پولش رو میگیرم، یا من میترسم و از پدرم پول میگیرم. این چی ترسی هست؟ البته که این از ایمان نیست که شما به خاطر ترس از یک نفر و دزدی روید، برای ترس از یک نفر حقوق خود و فرزندتان رو طلب نکنید که من از اون میترسم. این البته از ایمان نیست. اما چیزی که شما گفتید آره، احترام وجود ندارد در خانه زندگی آرام وجود ندارد و احترام شوهر حتمی است برای هر یک زن. برای آنکه در این باره یک چند حدیث ها هست که از جمله میدونم که همه حفظ هستید. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن سجده کردن جایز میبود، من زنها رو امر میکردم که به کسی نیو به شوهرتان سجده کنید. و سوال دیگر اینجا، در خانه کودکان را اگر صدا بلند کنند یا شوخ باشند باده و عجینه میترسانند یا میلیسه تو را گرفته میرود، میگویند کودک ترسیده آرام میشود. آیا این درست است؟ البته که درست نیست از دو طرف. اولش اینکه این گپ دروغ است. همه میدونیم که جن مثلا دیو و چیزهای دیگر به یگان کودک ضرر نمیرساند. چیز دیگر، با همین ما دیگر میلیسه رو از سردار کودک بزرگ میکنیم تا بزرگی 90 ساله شود هم میلیسه رو دیگر مرد میترسد و کرپه رو به بالایش میپوشاند. برای همین به کودک دروغ گفتن جایز نیست. در یگان جا آمدگی نیست که به کودک گپ دروغ زنه در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم کودکش رو جیغ میزند که بیا به تو شیرینی میدهم. وقتی می آید پیامبر میگویند اکنون به او چی میدهی؟ او خرما میدهد. پیامبر میگن اگر نمیدادی تو دروغگو نوشته میشدی، یا در نامه اعمالت این دروغ نوشته میشد. برای همین کودک رو میتوانید با بشارت دادن، از ترسانیدن بشارت دادن به درد کودک ها زیاد میخورد که اگر خوب کردی و بر وقت خستی برایت این میدهم یا چیز دیگر میدهم و حتما باید دهید. یا اینکه با یگان قصه مثلا افسانه های پیش از خوابی که اکثریت ما فراموش کردگی هستیم، یا قصه خواندن یا کار دیگر، یا عموما ترتیب خواب کودک برای شما یاری میدهد که هرگز برای خوابانیدن کودک یا صدا بلند کردن کودک گپی دروغ نزنید. اما شوخی در هر یک کودک است. نباید مثلا برای شوخ کردن یا صدا بلند کردن کودک رو اونقدر ترسانیم و اجازه بدهیم که کودک اگر صدا بلند نکرد، شوخی نکرد و بیمار است در تمامی مثلا از لحاظ طب. ولی این رو بدانید که کودک ها اگر مثلا در کشورهای روسیه یا دیگر جا بلند صدا کردن و شوخی کردن دیگر به همسایه ها خیلی ملال می شود. برای همین اگر ترتیب روز برای کودک ها انجام دهیم که از همین ساعت تا همان ساعت در کوچه شوخی میکنن، سپس به خانه می آیند، کمی کتاب می خوانند، کمی مثلا کار دیگر میکنن، یا در همین ساعت ها باز می روند و به ورزش مشغول می شوند، دیگر کودک آرام می شود، خسته می شود، می آید و به شما هیچ ضرر نمی رساند. سوال دیگر، مردی که از ملامت مادر و خواهرانش ترسیده با زنش معامله بد میکند با او چی باید کرد؟ پیش از همه نفری که این سوال رو داده است باید بداند که بعضی مردها نمیترسند، حکمت رو رعایت میکنند. یعنی مردهای هستند که میدانند که دیگر مادر رو تغییر داده نمیتوانند، یعنی سن سال مادر به جای رسیده است که او رو تغییر داده نمیشود، و یا خواهر آنها نفری هست که هرچی گفته و کرده دیگر نمیشود. به خاطر آن که در نزد مادر و خواهر با همسرشان درست صحبت کنند، مادر و خواهر یکان مشکلی ایجاد میکنند، مثل سوال دهنده که در بالا گفتن که زن کلان، زن ترسک، چیز دیگر. به خاطر فقط به خاطر همین در نزد مادر و خواهر خود کمی دغلی میکنند. لیکن هر زنی که به همین حالت گرفتار شده است، پیش از آن که شوهرش را متهم به آن کند که ترسو هست، حتما باید با شوهرش صحبت کند. برای آن که بسیاری از برادرها یا بسیاری از مردها با این راه یا گفتیم تاکتیک، با این حکمت مادر خود را آزار دادن نمیخواهند و کاش همین چیز را
رو به رو به همسر خود میگفتن که همسرم، من در نزد مادرم یا عائله‌ام با تو کمی دغلی میکنم، برای اینکه میدونم که آنها اگر با تو ملائمه کردم دیگر چیز میفهمند. لیکن متاسفانه این چیز در تاجیکستان هست که احترام زن رو ما یک تحقیر مرد میشماریم و با همین راه دیگر تمام مادرها رو که هر یک عروس یا کلین وی مادر است، آینده دیگر مادر بزرگ می شود، تمام حق و حقوق، حتی احترام، حتی نامش رو گرفته صحبت کردن رو دیگر یک عیب برای مردها می دانه. سوال دیگر، برای چی در این زمانه درباره جهاد گپ نمیزنند؟ میترسند؟ البته که میترسند. دیگر کلمه جهاد رو با یک کلمه دیگر آمیخته شده است الان، که مثلا میگویند راهزنی یا ترور، که اصلا به جهاد رابطه ندارد و جهاد خودش این مبارزه کردن برای حمایت نفس و جان و ملت و وطن است. برای همین همه میترسند و ترسیدن هم از آن که ملت اسلام یا امت اسلام به یک جای رسیده است که هر یکی شما از من بهتر میدانید. سوال دیگر، در مسجدهای تاجیکستان درباره کارنمایی صحابگان و جسارت آنها از تاریخ گپ نمیزنند. من از یک دامولای شهرمان پرسم گفت که ممکن نیست، قانون من کردگی. به من نصیحت کرد که این گپ رو در هر کجا نگویم که مرا برده قوه میکنن. البته چه خیلی که گفتم، از شجاعت صحابه ها صوت آواز بلند کردن درباره حق و حقوق خود و درباره اینکه ظلم نباید تا این درجه باشد، از این چیزا کسی صحبت نمی کند و اینها رو ما فهمیده می توانیم که یک گروه اندکی دروغگو گویم، یعنی هرچی کفر گویم یا دشنام کنیم هم می ارزد. 10 میلیون نفر یا گفتیم 9 میلیون و 800 نفر رو بخش زیاد همچون برده خود قرار دادن و ما هم دیگر مثل کپک کله های خودمون رو، سر خودمون رو به برف قوتانده ایم و میگوییم داریم احتیاط میکنیم، داریم احترام مادر و همسر و پدر میکنیم. در اصل ما جسور هستیم که بدانید این جسارت نیست، ترسی هست که ما رو غلام خود اسارت خود کرده است. تا زمانی که از اسارت قلب خود، از همان ترسی خود هر یک شما نبرآمدید، مایان از اسارت این جمع ظالم هرگز نخواهیم برآمد. اینجا شنوندگان عزیز، اونهایی که با ما بودید، با ما هستید، انشاءالله با ما در بعداً گوش میکنید برنامه های ما را، برای هر یک نفر شما بهترین روزها و بهترین آینده که بگذار آزاد از اسارت هر یک مخلوق باشه تمنا میکنم و به هم خودم به شمایان رسانیدنی هستم که عزیزان، عمر ما خیلی کوتاه است. بیایید در اسارت و در غلامی آن را نگذرانیم. آنچه که هدف ما هست، حق ما هست، ناموس ما هست، دین و اعتقاد ما هست، از برای اون دفاع کنیم و هر دفاعی که با قلم باشد، با کلام باشد، با دست و پا باشد، بیایید به خاطر دین خود، به خاطر ناموس خود، به خاطر ملت خود یک کار کرده باشیم که وقتی از دنیا رفتیم نبیره های ما، اونهایی که بعد از ما آمدند، نگویند که توده بابا و ماماهای ما بودند که با ترس و هراس زیستند و رفتند و ما باز بعد از آنها آمدیم و با ترس و هراس داریم زندگی میکنیم. هر یک شما را به الله منان میسپارم. اونه که مرگ و زندگی در دست او هست، خوشبختی و بدبختی در دست او هست و او هرگز کسی را تغییر نمیدهد تا اینکه خود او تغییر نیابد. تا روز جمعه آینده در پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. Mm-hmm.